امروز میخوام در مورد آمادگی‌های سونوگرافی براتون صحبت کنم. اولین چیزی که گفتم براتون توضیح بدم در مورد آمادگی‌های لازم برای انجام سونوگرافی و ماموگرافی از پستان‌ها هستش. در مورد سونوگرافی و ماموگرافی پستان ما در واقع محدودیت زمانی خاصی نداریم. اما در خانم‌هایی که در سنین قرار دارن که عادت‌های ماهانه دارن، ما ترجیح میدیم که سونوگرافی و ماموگرافی رو بعد از دوران پریود انجام بدیم. یعنی وقتی مثلا روزهای آخر پریود خانم هست، بهترین زمان هست برای اینکه برای ماموگرافی و سونوگرافی مراجعه کنه. البته بیماری‌های پستان در هر روزی از سیکل پریودی قابل تشخیصه، اما بعد از دوران پریود چون درد خانم کمتره، خودش هم موقع انجام سونوگرافی و ماموگرافی کمتر اذیت میشه. یا آمادگی مهم دیگه انجام ماموگرافی اینه که حتما باید خانم دوش بگیره، اصلاح کنه، اما از مام و اسپری لطفا استفاده نکنید، به خاطر اینکه باعث ایجاد تصاویر اضافی در ماموگرافی میشه و ممکنه تشخیص ما رو دچار مشکل کنه.